که غریبی میوین اینا بدونید که در گیجو زندگی میکنین وقتی شما کی هستید. ولی که پیامبر صلی الله علیه و حدیث داره چی میگه؟ ارمر و اتودین خلیل انسان در دین برادرش. پس ببینن رفیق او کیه. وقتی که در غریبی اومدین در یک کامناتا خور رفتین 4-5 بچه بفهمین که هم نشینای شما کیه، انسانای صالحن، انسانای خداترسن، انسانای پرویلین که فقط در جان و مالتون ضرر نیان. بلکه به غریبی میایین در وطن شما را پدر مادر انتظار هستن. پدر مادر شما را 18 سال 20 سال کلان کرده است که در پیری شما دستی او را بگیرین. وقتی که غریبی که آمدین همون رفیقاتون را ببینین که رفیقای پرویل باشن، رفیقای بانگی و سیگارت کش نباشن، اسپیرنوی کش نباشن، رفیقایی که از شما یک منفیت باشه که بین یک دیگر کار کنین، راست کار برین، راست خانه بیاین. در همین غریبی آمدین یک جنایت قانون شکنی همین دولت نکنین که از پشت یک قانون شکنی شما همه تاجیک‌ها عذاب میکشن. وقتی که یک کار کردنی میشه فکر که من تاجیکم، بعد همین کار پدر و مادر من زیت میشود، برادرایی که تاجیکی در غریبی میان کار میکنن او در قینی میان. برای این برادرای از بختون برادرای خوب بگیرید. یک انسان پیش پیامبر صلی الله علیه و آله اومد رسول الله چرا دوست می‌داره؟ الله دوست می‌داره همون بنده‌اش که بنده‌اش در وقت عبادت است. بگو رسول الله چرا بگو الله محبوب‌تر دوست می‌داره؟ پیامبر صلی الله علیه و آله گفت الله دوست می‌داره همون انسانی را که خدمتش در جامعه میرسه، در پدر مادر میرسه، در همسایه میرسه، در وطن میرسه، ضررش در هیچ کدام نمیرسه. انسانی فایده آوری جامعه است. همون انسانی را الله سبحانه و تعالی دوست می‌داره که یک حاجتی برادرش بود میکنه، میره یگونجا کارش بود میکنه، قرضش میته، مشکلیش آسان میکنه، قرض داره یگون خدمتش میکنه. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت بهتر از اون انسانی که در مسجد نبوی در مسجد ما میسته 3 روز اعتکاف میسته، گفت او انسان بهتر است که چه کار یک برادر یک کس بود میکنه. برای اون برادر از وقتی که غریبی اومدین خواهشتون میکنم بدونن که در وطن شما پدر مادر انتظار است. خیلی که نه برادر نقل کرد 3 جوره بودن نیست چیدن. پدر مادر 3 ماشید غمگین 3 ماشید فرزنداشون کافته هستن نمیوان. پیش از اونی که یک جا میرین شما پدر مادرتون گوش کنین، پدر مادر شما را به وایه رسونده، کلانو را گوش کنین. هر خیر احمقایی که میبرن شما را چی وعده میکنن یا چیتون میگن گوش نکنین. پدر مادر را سرسام و سرگردان نکنین. 3 ماشید خبرشون نیست. پدر مادر زیق داوله نمیزنه، ای فکری فرزند میمره، فرزند فکری پدر مادر را نمیکنه. برای ما همنشینای خوب بگیرین. همنشینی خوب را برای راست میبره، همنشینی بد را برای بد میبره. الله هم ما را توفیق بده. در این غریبی اومدین کار کنیم، صبح سامان با دستی پر و سری بلند و پیش پدر و مادر و تمام برمیگردیم.